سازمان ملی پیشاهنگی ایران. تاکنون درباره سازمان پیشاهنگی چیزی به گوشتون رسیده؟ منم نمیخوام اینجا این سازمان رو براتون معرفی کنم. این آگاهی با یه جستجوی ساده در اینترنت در دسترس شماست. در این دفترچه سازمان ملی پیشاهنگی که برای پیشاهنگان دختر در رژیم گذشته طراحی شده، موارد جالبی به چشم میاد که ارزش توجه کردن رو داره. از شعاری که برای اون نقش بسته تا توصیه‌های آغازین، سوگند پیشاهنگی، سوگند پرچم، تعهد جویندگان و سیاران و همینطور احترام به طبیعت و کوشش برای عمران آن. بسته به خدماتی که پیشاهنگان انجام میدادند، به اونا نشان لیاقت داده میشد و از پیشاهنگ کاردان به پیشاهنگ شایسته، پیشاهنگ ممتاز و در آخر پیشاهنگ همایون ارتقای درجه پیدا میکردن. حالا بیایید پیش خودمون خیال کنیم دختر یا پسر ایرانی که از همون زمان کودکی با چنین آموزشی بزرگ میشه و به نشانهای لیاقتی افتخار میکنه که به خاطر پاسداشت آب و خاک وطنش و همینطور احترام به فرهنگ، زبان و حقوق هموطنانش به دست آورده، در بزرگسالی چه شخصیتی برای کشورش میشه.